احادیث قدسی. 3 نعمت الهی. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، من 3 نیکی درباره تو کرده ام. اول، چیزهای از تو را پوشاندم که اگر خانواده‌ات می دانستند تو را به خاک نمی سپردند. دوم، وسعت رزق و روزی به تو دادم. آنگاه از تو قرض خواستم ولی تو نیکی و خیری پیش نفرستادی. سوم، هنگام مرگ مهلت دادم تا در 1/3 دارایی خود وصیت کنی ولی تو خیر و نیکی پیش نفرستادی. الجواهر السنیه صفحه 283.